خوب هستی؟ نام خدا بخیر باشی. خودت چقدر وقت میشه شاگرد شدی؟ ما یکم اینجا آمدم یک دو ماشه ده. خب همراه خود ما مسافر هستم. مسافر هستی؟ خب از کدام ولایت؟ از ولایت تخار. اوه تخاری خود پیدا کردیم. تخار زیبا، شهر طالقان چی یک جای زیبایی است. وقتی که داخل شهر طالقان میشه یک چهارراهی بسیار، یک چوک بسیار مقبول داره. بازم سرکای از مکمل دو طرفش چنار است. همونطور است نه؟ سرک اول 2 3 4 5 6 7. از کدام منطقه هستی؟ از خسکپه. خسکپه او کدام طرف طالقان میشه؟ او ای طرف که رسیدی می چی که دروازه که تیر شدی؟ ها. بعد پیش میای پل جلو که تیر شدی بعد خسکپه میای. ها. سه منزله کلان است نو است. بعد او پیش میای بعد دیگه منزل است. دو منزل است بعد او نزدیک شهر است دیگه. یک نامش یک کم نام اطرافی است اما دم اطرافی است دیگه. خب در اطرافش هستی. خب خیر باشه در اطراف حال تخار هم دیگه چهار طرفشون همو ولسوالی و قریجاتش هست دیگه. بسیار یک ولایت خوب است. خاله از پدر و مادر از هم دور هستی؟ پدرم فوت کرد. خدا ببخشه. مادرم دیگه شرکت. دیگه شرکت خیس رفت. ما دیدیم که نمیشه خیس ما اومدیم. چی میگی؟ وای پدرم وفات کرد. مادر جانت هم شما را ترک کرد. دیگه عروسی کرد و رفت. چند برادر و خواهر هستین؟ یک برادر، دو برادر هستیم، یک خواهر. خب برادرکای دیگه کجاست؟ او یک برادرم قط خوان در تخار است. اونای برادرم طویل میگیره با دو زنش بسیار نمیوانه. او خواهرم خودش هم یک اتاق کرایی است. میگه ما خودمون 5 تا اولاد دارم. میگه نمیشه. میگه چی رقم کنیم میگه. بعد من دیدم که نمیشه خیس ما. خودت آمده اینجا کار میکنی با پول از چی میکنی؟ با پول از جمع میکنم. با چی میکنی؟ با یک کالای زمستانی میخریم، یک بود میخریم. آفرین خداوند کارک تجور کنه. چی خوب بچه نازنینی، بچه خوش اخلاق. اینه به خاطر اینمی مشکلات خانوادگی از درس و مکتب گپان فکر کنم ماندی. 7 سال مکتب خواندم. بعد پدرم که 4 سال شد فوت کردم در ماه مبارک رمضان. بعد دیدم که نمیشه. بعد روزگار سالم غلطید. بیادرم کار نکرد، کار میکرد در روزگار خودش هر میکرد. با من دیگه بوتلک کار کردم. دیگر روز یک سر 20 روپیه کار میکردم و 100 روپیه در خانه 20 روپیه کرایه میکردم میآمدم میرفتم. خب خیر باشه. حالا پیش استاد چقدر وقت میشه میشناسی؟ ایران ما آمدم اینو نبود. یک بچه دیگه بود. درست کار کرد و خیس رفت. بود بچه کوکای خلیفه ما اومد. او هم یک 15 روز یک مکار کرد و هم رفت. هیچ کس تا آورده نتوند به غیر از رحمت الله. رحمت الله را 15 روز شد آمدن. 15 روز ازی میشه. 2 ماه دکان میشه فعال شده. 2.5 ماه. ما آمدیم یک 3-4 پس ما این که نو وقت جور کردم. نام خدا. خیلی خوب است. اینجا برات با چند ماش میده؟ 50 روپیه. روز 50 افغانی. خب در خانه بود کالامالا رو میشه. شو خانه میبره بود. شو خانه هستی. خیلی خوب است. خداوند خیر بده. همو برادر ما که باعث ازی شده که خودت تنها نمانی، هم کالا و گپا ششته میشه، هم نانت داده میشه و خداوند برات آینده روشن نصیب کنه. با زمین بچه‌ها و مردم تخار خیلی شیرین زبان هستن. بسیار آدمای شوقی اونجا داره. خوب زمزمه میکنن، خوب شعرها میخوانن، خوب دو بیتی میخوانن. حالا از خودت میشنویم که دم ذهن چی است که برای ما دلت شعر میخوانی، دلت کدام زمزمه میکنی، کدام هر چی که دم ذهنت است بگو که دیگه من پشت همه تخار زیبا و مردمش دق شده. واقعا خودم تقریبا 7 سال در تخار زندگی کردیم. یک شعر بگم. وای بگو دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. میگه پیش مردم کج مکن گردن که چرانت کند، آبرویت برتر پریشانت کند. میگه سفر دل باز کن در حال هنگام سجود، پیش الله کن که گدایی سلطانت کند. با الله گدایی کن. با الله گدایی کن که سلطانت کند. سلطان شوی. چقدر زیبا و مقبول، چقدر پر مفهوم. بسیار عالی. خیر ببینی نوجوان تخاری ما. نامت چی گفتی؟ مشتبه عزیز از ولایت تخار، شهر زیبای طالقان، جایی که مردم بسیار عزیز داره، مهربان و مهمان نواز داره. خوراک مردم تخار روغن زغیر کنجد، برنج وطنی است که نوش جان میکنن و برنج هم که پخته میکنن کلگک میشه، باز میچسبه. خوب خوشمزه هست.
پشت مادر دق نشدی گفته که از شما جدا شده یادت نمیه؟ نه و مادرم که رفت بعد دیگه نامد بعد یک هفته پس آمد بعد آمد خانه را سعی کرد مامای آمد اولی در یزنین سودا کرد بعد خوارم یک اتاق سودا کرد این خوارم در اتاق شما داشت بعد مادرم با پاس میرفت دیدیم یک کالا داشتیم کالا من چرک شده مکنه کالا ما رفتی با برو گفتم ما نگفتم که ما را میبری نمیبری بعد رفت پس خانه کالا ما داد بعد خودش خیس رفت. منظورم از این بود که پشت مادر جانت بعض اوقات یادت نمیاد چون خودت کلان ساخت در این سن سال رسیدی یعنی که همین شبا که میری پیش این برادر میباشی در فامیلشان نه مادرکت یادت نمیاد که خودت بزرگ ساخت؟ یاد میایم میگه زنگ میزنه در یادم زنگ میزنم دیگه کس جواب میده یک شب این وقت بود از اینکه کم دیرتر بود همینجا خلیفه مشتاقی بود ما اشتاقی بودم گفتم در بیادر ما تلفن تام فریز که فقط در بیادر ما زنگ زدم دیگر نفر دوار داشت بعد گفتم ما بیادر مشتبه هستم بیادرتان هستم لالا نامش فاضل نام داشت استاد فاضل در نونبایی کار میکرد خمیرگر بود بعد نونبایی جور کردم خسکپا بیگه بعد نام میوارد خانه بعد پدرم اون وقت زنده بود خدا بخیر جاش جنت کنه 4 سال شد بعد بیادرم که پدرم فوت کرد بعد دیگه بیادرم دیگه نشد دیگه این سوار اول پیش فوت کردنش مرشد کابل آورد تداوی کرد دیگه هر جایی که بود نشد بعد گفت یک شام اینه وقت بعد دیگه دید که بیخی وضعیتش خراب بود با شفاخانه کلان تخار برده گفت 15 روز پس فوت میکنه بیچاره در رمضان 15 روز پس فوت کرد. خیر باشه خداوند رویش شاد داشته باشه هیچ وقت ناامید نباش خداوند انشالله آینده خوب روشن نصیبت کنه. ام متاثر شدم ام خوش به این شدم که کار میکنی زحمت میکنی متاثر به این شدم که از محبت پدر و مادر محروم شدی و اون محبتشان نتونستی داشته باشی. خب از دیگه مشکلات است خداوند خیرت بده بخیر باشی سلامت باشی. استاد جان خیر ببینی چی خوب بولانی مزدار پخته کرده بوده که لاله حسن ما را کیف کرده بخیر باشی سلامت وقتت خوش بخیر باشی. تشکر زیاد بخیر باشی سلامت. خب هموطنان عزیز شکر از همراهی شما بخیر و سلامت باشین. ما هم آهسته